سلام به تو نور کمیاب. یه نفس عمیق بکش. آماده شنیدن پیام امروزت هستی؟ پیام امروز برای تو یک آینه است. یادت باشه تو فقط مشاهده گری. نه افکارت، نه احساساتت، نه اتفاقایی که میافتن هیچ کدوم خود واقعی تو نیستن. زندگی و هر چیزی که اطرافت میبینی بازتاب تصویر ناخودآگاه توه. مثل صحنه‌های یک فیلم که میاد و میره. هیچ چیز واقعا نمیتونه به تو آسیب بزنه، چون خود واقعی تو جای عمیق تر از همه این هاست. آروم، ثابت، امن. اگه امروز فقط مشاهده کنی، ذهنت آروم میشه، واکنشات کمتر میشن و اتفاقات قدرتشون رو از دست میدن. امروز هر کاری که انجام میدی رو مثل تماشای یک فیلم ببین، بدون قضاوت، بدون مقاومت. و یادت باشه وقتی که فقط مشاهده گری، آرامش خودش به سراغت میاد و کیمیاگر درونت بهترین راه رو پیش پات میذاره. فراموش نکن چیزی که قلبت از تو میخواد اینه که به یاد بیاری.